سلام بچه، چطورید؟ اومدیم با یکی از خفن ترین پورتای کانال من. اگه کانال منو ساب ندارید حتما سابش کنید. بچه ها امروز قراره چیکار کنیم؟ امروز قراره حسابی انتقام بگیریم از ماپای ماینکرافت. تمومی سالو دهنمون سرویس کردن، حالا خیلی دارم تبلیغ این بازی میکنن. یه بازی در حد خیلی عالی، ولی واقعا آدم داره این ترشح میکنه. بریم با هم دیگه بازیش کنیم و ببینیم که چیه. من خودم فقط یه دست بازی کردم، اونم 2 سال پیش. الان بریم با هم دیگه بازی کنیم ببینیم که چه بلایی سرمون میاد. حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. دمتون گرم. امیدوارم که بتونه سرگرمتون کنه. ممنونم ازتون. با آدرنالین بالا گوفست برو بریم. خب دوستان گلم، اینم از بازیمون. قراره که حسابی بزنیم ترور کنیم. اینجا که تفنگامون کاری نداریم. بچه ببینید اینا همه دستی به ما حمله میکنن. ما همشون رو باید بزنیم با کلاش RPG. هر شاتی گانی بهمون داد باید بزنیم همه رو نابود کنیم بره. خب اوه زیاد شدن. تیرا بی نهایت نی. بچه کریپر اینجا هم منفجر میشه دهن سرویس. بچه ببینید زمین یه محوطه مثلا انقدیه، ما باید همه جا بریم، نه باید بمیریم دیگه. جونمون الان بالای صفحه سمت چپ هست. بچه چه جامپی. بابا آیرون تو اینجا قد گاری اینجا هم 20 متر. این بیشرف ها تبر دارن بچه ها. اسکلتون های عوضی. بچه ها چه جامپ خوبی داریم ها. کاش داخل خود بازی اینجوری بود. ای بابا بچه ها خشابا نمیذارن. بچه ها چه دمجه هایی دارن میخورم ها. اصلا بد جور و از خرابه. بچه ها این آرنگول ما چقدر میگم بچه ها بهتر بریم یه جای خلوت که اینجوری خیستمون نکنن. میخواد خیستتون کنن. بچه اینا هم قطعه ما میپرن ها. بزن. اینا چیه؟ احساس میکنم یه چیزایی پرت میشه. یه چیزایی میاد داخل صفحه. بابا چند نفر به یه نفر. دهنتون سرویس. جنازه ها رو جان. بچه این بیستابان درمنه ها رو نگاه کن. تو رو قرآن چی پرت میکنی داداش؟ بهت میدم پاداش. بچه با این وضع بخوایم ادامه بدیم نابود میشیم و نارنجک بندازیم. اینم جانم نارنجک بچه خوب عمل کرد. مثل کانتر نارنجک میزنی 2-3 تا دمج میده به هر آدم دیگه. تموم. اندر من الان حال تو حسابی میگیرم. بیا جلو داداش، بیا جلو قول بیابان. بزن پسر بزن. ترور ببین. عجب حالی میده بچه خدایی. بکش کنار داداش، بکش کنار. غلط کردم ببخشید. گیر کردم نمیتونم بیام بیرون. بزن بالا. بچه فکر کنم همه رو داریم ترکوندیم. بازی بچه تموم نمیشه تا زمانی که چی؟ زمین کامل پاکسازی. زوم نداری؟ بچه اینا میرفتن. بیا. غلط کردم بابا. یه ثانیه حواس من پرت میشه. گوزو تو حال منو میگیری؟ تو حال منو میخوای بگیری؟ داداش به جای اون رقصا به فکر کپنت باش. یکی هم اینجاست. خونه سبز دارن بچه ها. خب اینم ترکوندیم. مثل اینکه بازم هست چون هنو ان نداده گیمو. کجا بود؟ خب کجایی داداش؟ اون هاشش بعید میدونم اینجا شلیک بشه بهش. یه جامپ بزنیم. جامپو بگیر. بمیر دیگه حاجی. چند بار جامپ بزنم خسته شدم. هدو بگیر. به اینجوری قیر میده. واقعا آدم خندش میگیره این بازی ها. مگه بازم هست؟ بهتر وسط. بچه زمین بالا فلت ها. میشه بری؟ نه بعیده بشه بری. اگه میشد که درست نمیکردن که حاجی. خب بچه این پاش داشت تکون میخورد. بابا بول نخور دیگه.
عاشق اینم میزنی که میره دیگه، میره 30-40 متر دور میشه. بچه این فکر کنم تازه استان شده، ما همه رو زدیم آخه. از بازی انتظار نمیره اینقدر دروغ بگه. تو هم برو به درکت جانم. بالاخره بردیم بچه ها، زمین کامل پاکسازی. کی موافقه یه دست دیگه هم بریم؟ این سری میخوام پرجون برم چون خبر نداشتم چی میشه، حالمو گرفتم. ولی خب این سری بریم. خب با آدرنالین 2 برابر بیشتر برو بریم ست دوم. خب بیا اینجا داداش، تبر غلاف کن، تبر غلاف کن. بچه خوبه این آیرن چیزا ببخشید کریپرها بغلمون میترکن، حداقل تفنگمون از همون گرفته نمیمیریم دیگه. بچه یکی از خوبیای این گیم اینه که جون سختیم، خداییش جونمون خیلی دیر به دیر میره. من نمیدونم چجوری حساب میکنین، هممون میزنن 4 تا میره 2 تا میره، ولی خب خوبه الان چه چیزی میره. بچه اینا لامصبا اول بازی خیلی نامردیه داداش. بزنم چشاتو چشام میره. بیا اینجا پسر، بیا اینجا. من نگفتم تبر غلاف کن اسکلت جان. اومدم پیش رقصنده، چشای بنفش تو قربون. خب بچه اینا هم بزنیم و جانم بگیر که اومد. بگیر عقب. پشتم دیوار اصلا حواسم نی. بچه نارنجکمون دوباره فول شد. بریم از عقب یه دونه بندازیم وسط اینا رو پنبه کنه. پنبه کجایی؟ خودمون دمج نخوریم. نارنجک خدا وکیلیت هیچکی رو نزدیم سری. نامردی بود دیگه. بابا قول بیابون. چقدر جون دارن این گل ما. زامبی داشتم. ببخشید من کم قوس کردم. ببینید دیگه مردید یا نه؟ بچه این بقیه زامبی ها هنوز اینک ما رو ندیدن. غلاف کن تبرت غلاف کن. حاجی سرتو بگیر رو به من، کجا رو نگاه میکنی؟ اینجوری میگه. حواسمو بدم به بازی من، نظرتونه؟ ببینم میذارم ما گیمو تموم کنیم. بزن داشتم. بچه اندرمنو انقدر لاغرن تیر میزنی بهشون رو هوا بندری میرن. این نارنجک واسه اینا خداییش حیفه، ولی چون حالا دیگه دست آخره یه دونه من میزنم بیفته بالا این درخت. آخرم نیفتاد. لامصبا اینا چرا بالا درخت خف میکنن؟ بیا پایین داداشم، بیا پایین با هم برقصیم. البته اون دنیا به به اینم مرد. خب مثل اینکه بازم هست. تیر یکیشون رو دیدم آقا. اصلا اونقدر برد نداره، باید نزدیکتر باشیم. چه خورشید خوبی. در این خورشید زیبا. به به. خب مگه بازم هست کسی؟ بچه بریم اینجا یکم بالاتر نگاه کنیم. هرچی بالاتر وسعت دید بیشتر. اونهاش شاید میمونم اینو بزنیم یا آخری. همینجا میخوام حال تو بگیرم اندر. بگیر که اومد. خب اینمو آها آخریش. یه لحظه فکر کردم آخری نیست. ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. حتما اگه دوست داشتید به کانال بپیوندید. اگرم پیوستید که دمتون گرم. مبشرمتون هستم. حتما ویدیوهای بعدی رو نگاه کنید. روزی 1 الی 2 یا حتی 3 تا ویدیو من میذارم، حالا داخل آپارات یوتیوب. اگه راحتید یه نظرسنجی میذارم، تو هر کدومش راحت بودید داخل اون بگید. زیاد سرتون رو درد نیارم. ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. حتما کانال رو ساب کنید اگه ساب نکردید و ویدیو رو هم بمونید و همه‌شو نگاه کنید. شرط می‌بندم این گیم‌ها رو جایی مثلشو نگیرید. تبلیغ از خودم بسه. چاکر همتون. خدا نگهدار.